رئیس ولایت شودخان جمشید، دیرکتور اجرایی فوکوس امریکا رحیم بالسرا، دیرکتور اجرایی فوکوس امریکا در تاجیکستان شودمان حاجیبکوف و کوردیناتور منطقوی فوکوس امریکا در بدخشان ایرج کنیف را به حضور قبول نمود. در این صحبت مسئله هماهنگ کردن فعالیت خود هنگام سر زدن وضع اضطراری، جلوگیری از خسارات جانی و مالی و سر وقت انتقال دادن آدمان به مکان بی‌خوف به میان گذاشتند. رئیس ولایت از فعالیت بخش منطقوی فوکوس امریکا در بدخشان اظهار قناعتمندی نموده عرض داشت که همکاری میان این نهاد و مقامات ولایتی و شهری و ناحیه‌ها موافق مطلب به راه انداخته شده است. از بس که شودمان حاجیبکوف، دیرکتور اجرایی فوکوس امریکا در تاجیکستان به تازگی به این مقام تعیین شده است، از رئیس ولایت خواهش کرد که برای خوبتر و بهتر در عمل تطبیق کردن برنامه‌های این سازمان مساعدت نماید. رئیس ولایت شودخان جمشید از سهم برنامه بشردوستانه فوکوس در مورد پیشگیری حادثات طبیعی در ولایت حرف زده افزود که در آینده ضرورت تأسیس دادن فوند ذخیروی را بررسی نمودن لازم است که در غنیسازی آن هم مقامات محلی حاکمیت دولتی ولایت و هم سازمان فوکوس سهمگزار می باشند. در مسئله مذکور جانب‌ها به یک خلاصه عمومی رسیده، رحیم بالسرا، دیرکتور اجرایی فوکوس امریکا عرض داشت که حال حاضر برای پیشگیری خطر شسته بردن زمین‌های کشت، خانه‌ها و راه‌ها در موضع مرغوطگاه ناحیه ونج از جانب این نهاد برای کارهای ترکشی در مسافه 800 متر مربع مبلغ معین جدا گردیده است. در انجام ملاقات بار دیگر رئیس ولایت شودخان جمشید و دیرکتور فوکوس امریکا رحیم بالسرا برای باز هم گسترش دادن همکاری‌های دو جانبه با مقصد پیشگیری از آفت‌های طبیعی مبادله افکار نمودند.